فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم. فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم همه‌شان از حضرت خدیجه رضی الله عنها بودند، مگر ابراهیم که از ماریه قبطیه بود. ماریه قبطیه را مقوقیس شاه آن وقته مصر و پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه کرده بود. نام‌های فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم: از بچه‌ها یکی قاسم نام داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم را با نام او کنیه داده بودند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم را ابوالقاسم می گفتند. قاسم بعد تولدش چند روز زنده ماند و از دنیا گذشت. اینچنین دیگر فرزندانش طاهر و طیب بودند. و در دیگر روایت آمده است که یکی از فرزندانش عبدالله نام داشت و لقبش طاهر و طیب بود. اما ابراهیم در مدینه به دنیا آمده بود و 1 سال و 8 ماه عمر دیده سپس از دنیا درگذشت. اما دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند، از همه دختر کلانیش زینب بود که شوهرش بچه خاله‌اش ابوالعاص بود. دختر دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه نام داشت که شوهرش حضرت عثمان بود. دختر سیومش فاطمه بود که شوهرش حضرت علی بود. دختر چهارمش کلثوم بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه رقیه از دنیا درگذشت کلثوم را به نکاح حضرت عثمان درآورد. در روایت دیگر آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و عثمان رضی الله عنه گفت: ای عثمان، اگر من دختری دیگر می داشتم او را نیز به تو می دادم. این هم از زیاد بودن مهر و محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عثمان بود. امام نووی می گوید: به یگان خلاف میان علما پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 دختر و 3 پسر داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.